به به، سلام بر شما. میبینم با حضور پرشورتون تنور انتخابات رو حسابی دارید گرم میکنید. انگیزتون از این حضور چیه؟ با سلام تو روح امام راحل، با سلام به پیشبند مقام عظما، انگیزم ساندیس آب انگور همراه با بیسکویت ساق طلاییه. آره، یعنی انگیزتون رأی آوردن کاندیداهای مورد علاقتون نیست؟ کاندیدای مورد علاقه من اصلا نیازی به رأی من نداره. ایشون رأیشو از مقام عظمای ولایت دریافت کرده، انتخابم شده. پس شما برای چی اومدید اینجا؟ والا من از برا بچهای مدافع حرمم گفتن حرمو ول کنین، بیام مدافع این صندوقا بشیم که ملت نزنن درب و داغونش کنن. آره، میبینم یه گونی دستتونه، این چیه؟ اینا حاصل زحمت بسیجیاست. اینا رأیاییه که بسیجیا زحمت کشیدن، با اسم آقای رئیسی چاپ کردن تا بریزیم تو همه صندوقا و مشت محکمی باشه وسط دهن دشمنا. چه پیامی برای امت حزب الله دارید؟ پیامم به امت همیشه در صحنه اینه که تو انتخابات مقام عظما شرکت کنین، با رأی دادن به آقای رئیسی تو سرنوشت خودتون چیز کنین، شرکت کنین. تند و بدون معطلی، رأی ما رأی سیدری. آره، بله، جلوه باشکوهی از مردم سالاری دینی رو با هم دیدیم. تو آمریکا یه ماه بعد انتخابات هنوز رئیس جمهورشون معلوم نشده بود، اما ماها قبل از انتخابات رئیس جمهورمون معلومه و این نشانه اقتدار نظام ولایته. خبرنگار مرکز احاد خبر.